ما تصمیم نداشتم این برنامه را تهیه کنم و به نشر برسانم، اما متاسفانه یک تعداد از اشخاص، البته یک تعداد از افغانایی که در حال حاضر در کشور آلمان زندگی میکنند، به خصوص در اخیراً که حکومت جمهوری سقوط کرد و اکثریت مردم کشورهای مختلف تخلیه کرد از میدان هوایی کابل، و یک تعداد اشخاصی که در حال حاضر افغانایی که در کشور آلمان ساکن گردیدند و بعض مسائل که من نشر میکنم در کانال یوتیوب خود و در فیسبوک خود، او اشخاص طور فکر میکنند که این همو آلمان است که اینا زندگی میکنند و به خاطر غلط فهمی، دور نمودن غلط فهمی بعض اشخاص، من مجبور شدم که برنامه را تهیه کنم و به نشر برسانم. بیننده های ارجمند، این برنامه ما در مورد کشور آلمان می باشد، البته آلمان اول و آلمان دوم، و ما تصمیم نداشتم این برنامه را تهیه کنم و به نشر برسانم، به خاطر که من منتظر عکس آدولف هیتلر بودم که در آمازون اینجا ببینین. من آردر داده بودم که این عکس به ما برسد تا ما بتانم تمام موضوعات در مورد کشور آلمان و در مورد جنگ جهانی و به قدرت رسیدن آدولف هیتلر و نابود گردیدنش، ما تصمیم داشتم که عکس آدولف هیتلر به ما برسد، تمام مسائل در مورد آلمان نشر بکنم تا به شما کدام سوال ایجاد نشود. اما متاسفانه یک تعداد از اشخاص، البته یک تعداد از افغانایی که در حال حاضر در کشور آلمان زندگی میکنند، به خصوص در اخیراً که حکومت جمهوری سقوط کرد و اکثریت مردم کشورهای مختلف تخلیه کرد از میدان هوایی کابل، و یک تعداد اشخاصی که در حال حاضر افغانایی که در کشور آلمان ساکن گردیدند و بعض مسائل که من نشر میکنم در کانال یوتیوب خود و در فیسبوک خود، او اشخاص طور فکر میکنند که این همو آلمان است که اینا زندگی میکند و به خاطر غلط فهمی، دور نمودن غلط فهمی بعض اشخاص، من مجبور شدم که برنامه را تهیه کنم و به نشر برسانم. بیننده های ارجمند، در شروع برنامه خود ما یک موضوع را میخوایم که با شما واضح بسازم که شاید به شما سوال ایجاد شود که او مای گاد، لطیف با یونیفرم نظامی چطور؟ شما اشخاصی که مرا میشناسین، من خب براتون معلوم هستم که کی هستم. 7 سال در افغانستان با نیروهای آمریکایی وظیفه کردیم، در جبهه‌های مختلف 1 سال در خود ایالات از طریق آمریکا استخدام شدیم، تقریبا 10 دهه ما با نیروهای آمریکایی وظیفه کردیم. به خاطر معلومات بیشتر بعض شما اشخاص، در پایان این کانال یوتیوب ما یا در فیسبوک ما تصاویر نظامی ما به قالب ویدیو کلیپ تهیه نمودیم، نشر نمودیم، شما میتونین نور ببینین. و از این بعد هر برنامه را که من لطیف طوفان تهیه بکنم و نشر بکنم و برنامه سیاسی باشد، این شما مطمئن باشین که یونیفرم نظامی در بدن من می باشد و پیشه من نظامی بوده، علاقه من مسائل سیاسی است. به این خاطر ما فکر بکنین
به می خاطر من همیشه لباس نظامی دوست دارم. در مسائل سیاسی را که تهیه میکنم و نشر میکنم، این لباس همیشه در بدن من می باشد. و طوری که من در ابتدا گفتم، این برنامه در مورد آلمان اول و آلمان دوم می باشد. آلمان اول منظورم از دوره حکومت آدولف هیتلر است. حکومت حزب ناسیونال سوسیالیست یا حزب نشنال سوشالیست جرمن ورکرز پارتی. حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان. بعد از سال 1933 که آدولف هیتلر به حیث صدر اعظم کشور آلمان انتخاب گردید و در سال 1934 بعد از مرگ رئیس جمهور کشور آلمان پال ون هندربرگ، آدولف هیتلر تمام قدرت را بر دست گرفت و لقب دی فیورر را به خود گرفت و از سال 1934 تا 1945 دوره طلایی در تاریخ معاصر آلمان گفته می شود که تمام نوآوری ها را آدولف هیتلر در آلمان بنیانگذاری نمود و شما به این ترجمه صوتی سخنهای آدولف هیتلر توجه بکنید که من ترجمه نمودم، بعدا من در خدمتتان حاضر می گردم. بیننده های ارجمند، این سخنرانی صوتی آدولف هیتلر را من لطیف طوفان به شما ترجمه می کنم. آلمان ما چقدر زیباست، واو، چقدر زیبا و باشکوه. وقتی که من به شما می بینم میفهمم که زحمات و مبارزه ما در زندگیم بیهوده نبوده. در این شهر همیشه از نسل جدید و جوان می باشد و این نسل زیباتر و نیرومندتر در تاریخ بشریت خواهد بود. من همیشه بالای خود مطمئن بودم که یک روز آلمان را ابرقدرت می سازم. شما به من می گفتین که این همه خواب است و خیال است و محال است. من همیشه به کامیابی و سربلندی حزب ما ایمان داشتم. شما به من می گفتین که احمق هستم. من همیشه باور داشتم که ما به قدرت بر می گردیم. شما می گفتین من دیوانه هستم. من همیشه به پایان دادن فقر ایمان داشتم. شما گفتین من خیال باب هستم. حالا بگوین حق با کی بود؟ با شما یا با من؟ حق با من بود. و حالا لطفاً این ویدیو کلیپ را شما ببینید از مردم ملکی و نظامی دوره طلایی 12 ساله آلمان، دوره حکومت حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان. توجه بکنید.
He was now absolute leader, the Führer of Germany. At first, there was little sign of what was to come. For the next 3 years, the Führer concentrated on rebuilding Germany's economy. He spent millions on public works, including the 5,000-mile Autobahn system, to soak up the unemployed. این بود آلمان اول که در جریان 12 سال تمام اینمی اشخاصی که وجود داشت از سال 1933 الی 1945 بعد از ای که ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و شوروی که بالای آدولف هیتلر حمله نمودن و این تمام اشخاص، تمام مسائل، تمام این ترقی و پیشرفت که شما میدیدین تمامش نابود گردید. بعد از سال 1944 که نیروهای آدولف هیتلر در جنگ استالینگراد، یک از شهرهای شوروی، در زمستان سرد شکست خوردن و بعد پیشروی روس‌ها به طرف برلین شد. از طرف شرق و از طرف غرب همچنان ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، اینها تمامشان
داخل پایتخت آلمان شهر برلین شدن. البته قبل از اینکه نیروهای متفقین روس‌ها از طرف شرق و آمریکایی ها و بریتانیایی ها و فرانسوی ها از طرف غرب، پیش از اینکه اینها داخل شهر برلین شوند، 68,000 بار ایالات متحده آمریکا و بریتانیا شهر برلین را بمبارد نمودند. 68,000 بار. شما با این ویدیو کلیپ توجه بکنید. با این وجود میان سالهای 1943 تا 1945 نیروی هوایی بریتانیا و آمریکا در پی 68,913 یورش هوایی بیش از 122,000 تن مواد منفجره را بر روی جایگاه‌های ساخت و شلیک موشک‌ها فرو ریختند. Hitler's homeland is under attack from the air. The Allies have begun firebombing Germany's cities. On July the 27th, 700 British bombers target Hamburg. A Hamburg fireman. The fire is like a thunderstorm without rain. The heat is unbearable. I see people lying in the street. I try to help them, but they are already dead. Fireman Hans Brunsvig films the attack and its aftermath. Thousands of burnt bodies are littered on the streets. Some are only small heaps of ash. In Hamburg alone, more than 40,000 people are killed. Goebbels had tried to put over the same idea, but in vain, and referred enviously to the conduct of Churchill. When I think of the propaganda value I could make of such a visit, he'd say, Hitler remains hidden away in his command bunker on the Eastern Front. If the German people are no longer so strong and ready for sacrifice, Hitler wrote, It is untrue that I or anyone else in Germany wanted war. It was provoked solely by foreign politicians who were either Jews or working for Jewish interests. طوری که شما در ویدیو کلیپ دیدین، یک خانه، یک آپارتمان در پایتخت آلمان در برلین جور نمانده بود و یک از علتهایی که آمریکا و بریتانیا پایتخت آلمان را مورد بمبارد 68,000 بار مورد بمبارد قرار دادن ای بود که هیتلرشان قرار بود که بمب اتم تهیه بکند. شما در این ویدیو کلیپ توجه بکنید، این راکت های هیتلر که از شهر برلین مستقیم پایتخت بریتانیا لندن را مورد هدف قرار میداد و تمام این راکت ها در پایتخت آلمان در شهر برلین دانشمندا بود تهیه میکردن. اگر یک راکت ناکام میشد دیگه قسمش اختراع میکردن. اگر یک تانک در جنگ ناکام میشد یا اسلحه، متواتر اسلحه های جدید اختراع کرده میرفتن و به می خاطر آمریکا ترس داشت که مبادا آدولف هیتلر از برلین، نیویورک یا واشنگتن دی سی را مورد هدف قرار بدن، تا که تانستن 68,000 بار بمبارد شده در شهر برلین و تمام او کلتور و فرهنگ مردم تمامش نیست نابود گردید. بعد از سال 1933 الی اپریل 30 1945
در آلمان 13 میلیون نیرو وجود داشت، نیروهای آدولف هیتلر، و 100 میلیون نفوس مردم ملکی. و بعد از سال 1945 این تمام 13 میلیون نابود گردید. The Battle of Berlin، در جنگ برلین که آمریکایی ها و بریتانوی ها و فرانسوی ها از طرف غرب می آمدن و روس ها از طرف شرق در پایتخت داخل می شدن. هیتلر قمانده نموده بود، فرمان صادر کرده بود که از طفل 10 ساله تا مرد 70 ساله 80 ساله باید در مقابل این تهاجم بجنگن، در مقابل روس ها از طرف شرق در مقابل روس ها بجنگن، از طرف غرب در مقابل آمریکایی ها و بریتانوی ها. و به خاطر معلومات بیشتر شما در یوتیوب رجوع کنین، نوشته کنین باتل آف برلین، ببینین طفلای 10 ساله 12 ساله در مقابل تانک روسی خود میزنن، در مقابل شوروی ها میجنگن. مردم آلمان در سال 1945 وقتی که آدولف هیتلر از سال 1933 که به قدرت رسید تا 1945 در جریان 12 سال مردم آلمان به خصوص اشخاصی که در پایتخت بود مثل مردم افغانستان وری مردم بی‌غیرت بزدل ترسو نبودن که به طرف میدان هوایی دوشت بکنن و از طیاره ها پرتاب شوند. نخیر، تنها در شهر کابل 7 میلیون نفوس وجود قرار دارد، 7 میلیون نفوس وجود دارد و طالبان تعدادشان به چقدر بود؟ 100,000؟ 1,500,000؟ از این خوب بیشتر نبودن. اگر تنها از یک شهر کابل این مردم مثل مردم آلمان جرأت میکردن، همت میکردن، میجنگیدن، طالبان از تمام به ضمانت براتون میگم که از 34 ولایت افغانستان تمامش میدوان. اما مردم بی‌غیرت بزدل ببینید در میدان وی تمام مردای جوان تمامشان دویده رایستن، اشخاصی که آسیب پذیر از زنها و اطفال اونا کلشان زیر پای میشن. اما مردم آلمان طور نبود. مردم آلمان طفل 10 ساله خود در مقابل تانک شوروی می جنگید. باتل آف برلین شما میتونین جزئیات بیشتر در کانال یوتیوب ببینین. اما بعد از سال 1945 در تمام شهرهای کشور آلمان به خصوص در پایتخت یک نفر مرد که بگوی یک نفر مرد وجود نداشت. تمام مردها هر کدامشان روس‌ها به حق خود بردن، بندی کردن. آمریکایی ها و او طرف از یک تعداد مردم گرفتن، مردا را بندی کردن. بریتانوی ها و او طرف گرفتن. هر گروهی که آمد، فرانسوی ها به نوبت خود مردهایی که در کشور آلمان وجود داشت از طفل 10 ساله تا مرد 70 ساله تمامش قتل عام شد، نابود گردید. بعد از سال 1945 که روس ها از طرف شرق داخل پایتخت آلمان شدن و بریتانوی ها و آمریکایی ها و فرانسوی ها از طرف غرب، اینها که داخل پایتخت شدن مردم آلمانه، مردم ملکی را، مردا خو خلاص شد. 13 میلیون نیرو تمامش قتل عام شد. اشخاصی که مردهایی که بود از 10 ساله تا 70 ساله را روس ها بدل خود بردن، بندی کردن، قتل عام کردن. آمریکایی ها بدل خود مردم گرفتن، قتل عام کردن و همچنان بریتانوی ها و فرانسوی ها. مگر بعد از سال 1945 در شهر آلمان مرد مانا وجود نداشت. یک تا مرد آلمانی اصیل، چشمان سبز، موهای زرد، یک تا مرد آلمانی وجود نداشت. و ثبوتش این ویدیو کلیپ ببینین. در این ویدیو کلیپ بجز از خانم ها شما کدام مرد نمی بینین. Many committed suicide. As many as 2 million German women are raped.
و بعد از سال 1945 در جریان چند سال دیگر، در 4 سال دیگر از 1945 تا 1949 مردم بعد از اپریل 1945 در آلمان، در پایتخت آلمان در برلین، وقتی که از طرف شرق روس ها داخل آلمان شدند و از طرف غرب آمریکایی ها و بریتانوی ها و فرانسوی ها، بجز از خانما زنان دیگه کس در شهر برلین وجود نداشت. مردار خود تمامش قتل عام نمودن و روس ها انسان ها را، زنان را میگفت ما یار در غرامت جنگی گرفتیم و بالای از اینها، بالای هر خانم بیش از 100 بار، بالای هر دختر آلمانی که چشمان سبز و موهای زرد داشتن، بیش از 100 بار تجاوز صورت گرفت و این تجاوز به ماها و ماها ادامه داشت. میگفت انسان، میگه ما اینا را در غرامت جنگی گرفتیم، انسان ها را. بعد از سال 1949 مردم کوشش، بعد از سال 1945 تا 1949 مردم کوشش میکرد که از آلمان شرقی که تحت استعمار روس ها بود و کمونیست بود، مردم کوشش میکرد که به طرف آمریکایی ها برن، به خاطر که در طرف آلمان غربی ترقی و پیشرفت زیاد بود، کار و وظیفه بود، مردم به ترقی و پیشرفت کرده می رفتن و به مو خاطر در سال 1949 شوروی ها دیوال برلین ساختن تا مردم نتونن که از آلمان شرقی در آلمان غربی ساکن شوند و 40 سال تنها، 40 سال یک دیوار تنها در پایتخت برلین قرار داشت. یعنی تمام کلتور و فرهنگی که آلمانی های اصیل بودند و تمام فرهنگی را که آدولف هیتلر بنیان گذاری نموده بود در جریان 12 سال تمامش نیست نابود گردید. روس ها فرهنگ کمونیست مروج ساختند در آلمان شرقی، آمریکایی ها کپیتالیسم، آلمان کلتور، فرهنگ، تمام چیزاش نابود گردید. There is one sign the Soviets can make that would be unmistakable, that would advance dramatically the cause of freedom and peace. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. و در سال 1991 وقتی که دیوار برلین نابود گردید و آلمان شرقی و آلمان غربی یک آلمان گردید و بعد از او اشخاص مختلف از کشورهای مختلف آمدند در کشور آلمان ساکن گردیدند و یهودیا که در سال 1933 آدولف هیتلر ممنوع نموده بود که مردگاه خانه از سکسی چیزا را بند بکنین، بعد از سال 1991 یهودیا در آرمان خود رسیدن. به این شخص یهودی را ببینین، کلاه سرخ که در سرش است، در مردگاه خانه این دخترها که است. Barbara, everything is okay? Good. Hi Laura, you look great, just great.
Hello, sweetie. Hello. Go to work. Oh, ladies. Hello, beauties. Come on, babe, run to work. Client pays to girl only, room and alcohol without limitation is included in the price. 7 nights. It seems this house became a symbol of new European morality, when prostitution is not sin. It's just work. There is always smell of tobacco mixed with sweat and sweet women's perfume. Typical house built in the end of 70th, specially for a legal brothel. Basic service suck and fuck is 50 euros. 15 euros? 50 euros. She is living right at her workplace, don't speak German, however language knowledge is not important here. I am working 14 hours per day, work. I don't get. سکس در آلمان قانونی مروج است و در آمریکا و بریتانیا و شوروی غیر قانونی است. تعجب نیست به خاطر که اینمی کشورها بخصوص شوروی، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، اینا تا که تانستن ضربات به فرهنگ و کلتور آلمان ضربات وارد کردن و به مخاطر مفسدترین کشور در جهان آلمان شده است. که اینجا ببینین، من امی لحظه در ایالات متحده آمریکا هستم، سکس در مقابل پول غیر قانونی است، نفر بندی میشه. یک تعداد افغانا خو نمیفهمه این گپه که در آمریکا زندگی نکردن، تو فکر میکنن که سیاره پایان شوی اینجا سکس کردن بسیار کار آسان است. نخیر، طوری که آلمان فاسد ساختن اینمی آمریکایی ها و روس ها، یقین بکنین در آمریکا سکس اینجا غیر قانونی است. ای بود در مورد مردگوخانه های آلمان. حالا میپردازیم در مورد مکتب ها. در مکتب های آلمان چی میگذرد؟ در تمام مکاتب آلمان معلم ها تمامش به استعداد، نالایق، مواد مخدر فریمان، رابطه سکس از تشناب های مکاتب آلمان شروع میشه تا تمام بین متعلمین آلمان. در مکاتب سکس وجود دارد، مواد مخدر فریمان است، معلم ها تمامش به استعداد و نالایق است و این هم ثبوتش. به خدا اگه یکی به من این چیزا رو میگو من نمی اومدم. به خدا نمی اومدم. چی من برای بچه‌م اومدم اینجا توی مدرسه باشه که روزی 20 نفر همدیگر با چاقو میزنن و مواد توی جیبشون حمل و نقل میکنن و سیگار میکشن و یه کار دیگه میکنن فراتر از من نمیتونم اینجا بگم و خیلی لذت میشه و اینکه اذیت هم میکنن. چی کار میکنن یعنی چی؟ مثلا من یه روزی بود که مدرسه نرفته بودم و دکتر بود. بعد از اینکه خواستم این گواهی دکتر ببرم بدم مدرسه، توی پاوزه حال من تنها بودم. بعد نزدیک 10 تا پسر یه دفعه اومدن پیش من نشستن و یه روز رفتید در مدرسه یه کاری بکنید و ببینید پسر خودتون رفته داخل این فاحشه‌خونه که می‌بینید. شما چی کار می‌کنید؟ مطالبهش فکر کنم خیلی کار سختیه که من ببینم پسرها برای چه محیطی میاد بیرون. خب برای من مادر خیلی سخته. میفرستم به همه عزیزانی که دارن این ویدیو رو میبینن. من آروین هستم از جنوب آلمان، ایالت بادن-وورتنبرگ و میخواستم یه سری حقایق رو از مدارس آلمان خیلی کوتاه و مفید بیان کنم. ببینید من 20 سالمه و 8 سال الان دارم توی آلمان درس میخونم. از مقطع ابتدایی و تا دبیرستان درس خوندم. ببینید اینجا از کلاس 5 و 6 مخصوصا دانش آموزا با الکل و سیگار آشنا میشن.
برای مثال من تو ابتدایی که بودم بچه ها از محیط مدرسه خارج می شدن و می رفتن یه گوشه کناری که توی دید نباشن و بتونن سیگار بکشن و مثلا آخر هفته ها که می شد من می شینم بچه ها وقتی که با هم دیگه صحبت می کنن این به اون می گفتش که آره این آخر هفته من میخوام فلان الکل رو بخورم، اون یکی می گفت فلان مشروب من هفته پیش خوردم تو هم امتحان کن و این بحثا بودش. بعدش که وارد راهنمایی شدم این الکل و سیگار که به جای خودش و بعد سکس و مواد مخدر هم بهش اضافه شد. برای مثال بچه ها از حیات مدرسه خارج می شدن و می رفتن همون گوشه کنارهایی که قبلا تو ابتدایی سیگار می کشیدن شروع می کردن به مصرف مواد مخدر و مواد فروش ها هم تو راهنمایی ها هستن، یعنی بچه ها از اونا مواد مخدر رو خریداری می کردن و می رفتن گوشه کنارها مصرف می کردن. و بعد که وارد دبیرستان که شدم این چیزها چندین برابر شد. برای مثال توی کلاس‌های آلمان معمولاً 20 الی 25 نفر دانش آموز داره. بعد از این 20 الی 25 نفر 85 الی 90% مصرف کننده هستن. برای مثال وقتی که معلم از کلاس خارج میشد و یا زنگ تفریح بود دانش آموزا تو کلاسمون دور هم جمع بودن، این به اون میگفتش من فلان قرص رو مصرف کردم، فلان مواد رو مصرف کردم. اون یکی میگفتش که من هفته پیش با فلان دختر خوابیدم. که میخوام بدونید که این داستان ها هست. بعدش ببینید بغل دبیرستان ما یه دونه پارک بودش و وقتی زنگ تفریح میشد دانش آموزا یه عده قابل توجهشون میرفتن توی اون پارکه و اونجا هم حالا 2-3 تا مواد فروش از خود مدرسه‌مون اونجا وایساده بودن، اونجا موادشون رو میخریدن و مصرف میکردن. و جالب اینجاست که هیچکی هم نبود به اینها اخطار بده و کنترل کنه که بگه شما اینجا دارید چی کار میکنید. یعنی هم خیلی جالب بود، هیچکی نمیرفت به اینا تذکر بده. بعد ببینید داستان یعنی جوریه که سال 2018 یا 2019 بود، من حضور ذهن ندارم، توی اخبار اعلام شد که کنترل روی دانش آموزان توی مدارس باید چند برابر بشه به خاطر اینکه مصرف و فروش مواد مخدر تو مدارس یک بحث جدی شده. این اخبار وقتی که اعلام شد ما که ندیدیم تذکرات و کنترل ها تو مدارس بیشتر بشه. یعنی وقتی من تو مدرسه بودم همون آش و همون کاسه بود بعد از این جریان. بعد ببینید سیستم آموزشی آلمان جوریه که دانش آموزا رو سمتی هدایت میکنه که خودشون توی اون حوزه الان نیروی کار احتیاج دارن. برای مثال ببینید شما کلاس 9 که اینجا تموم میکنیم یا باید برید انتخاب رشته بکنید و برید دبیرستان، حالا بعدش هم به دانشگاه اگه دوست داشته باشید، یا که آسبیلونگ بخونید. آسبیلونگ چیه؟ یک دوره کاری 3 الی 4 ساله است که شما میرید 3 الی 4 سال یک کاری رو یاد میگیرید و این هم بعد شغلتون میشه. بعد من تو کلاس 9 دانش آموز شاگرد اول کلاسمون بودم. بعد معلممون توی کلاس با من که صحبت میکرد میگفت آروین تو نمراتت بالاست، به نظر من برو آسبیلونگ مکانیک بخون، آسبیلونگ الکترونیک بخون. با اینکه من دوست داشتم برم دانشگاه و دبیرستان، خواستم درسم رو ادامه بدم. بعد از اون ور دانش آموزای همکلاسی های آلمانیم که نمراتشون بعضا از من پایین تر بود به اینا میگفت شما برید درستون رو بخونید، میتونید موفق بشید، یه کاره‌ای بشید. یعنی خیلی ببخشید یه جوری بودش که من خودم انگار فکر کردن ما خریم کار میکنن، خودتو خر فرض کنی معلمای اینجا. یعنی این فرقی که بین مهاجرا و آلمانی ها میذارن واقعا آزاردهنده هستش. بعد یه چیز دیگه، اینجا درس جغرافی نمیدن،
من تو این 8 سالی که اینجا تحصیل کردم اصلا درس جغرافی نداشتیم توی درسامون. بعد تاریخ هم بیشتر روی جنگ جهانی دوم تمرکز میکنن. یعنی جوری بودش که این سال آخر دبیرستانی که من بودم معلم ما گفتش که درس امروز ما جنگ جهانی دومه و خیلی از دانش آموزای کلاسمون اوه میکردن، گفتن چندین و چند سال ما همش داریم جنگ جهانی دوم میخونیم، واقعا حفظش شده بودیم. یه بحث دیگه هم که میخوام بکنم راجبه خایم‌های زیر سن آلمانه. خایم‌های زیر سن آلمان چیه؟ مثل بهزیستی ایرانه، ولی مثلا پدر و مادرهای آلمانی وقتی که مثلا نمیتونن از بچه‌شون مواظبت کنن میفرستنش اینجا، یا که دولت بچه رو از این خانواده میگیرن چون دولت تشخیص میده که این بچه نباید با این پدر مادر باشه، یا که برای مهاجرایی که زیر سن هستن و با پدر مادرشون اینجا نیومدن. من هم حالا به دلایلی چند سال اونجا بودم و زندگی کردم و یک دوستی داشتیم که توی یک خونه ای زندگی میکرد، تو همین این هایم‌های زیر سن، توی یکی از اون خونه ها، و یه سرپرست بسیار الکلی و معتاد داشتش. این برای من تعریف میکرد موقعی که سرپرستشون خونه نبود این میرفتش توی اتاقش، از تو اتاقش الکل و مواد مخدر ورمی داشت برای خود، برای مصرف شخصی. یعنی یه عده آدم الکلی و موادی رو میذارن اونجا از بچه ها مواظبت کنن که نه اخلاقی دارن نه هیچی، واقعا افتضاحه. من اینو خودم شخصا دیدم. بله، امیدوارم تونسته باشم یه سری آگاه سازی ها رو بکنم راجع به مدارس آلمان و سیستم آموزشی. پاینده ایران بدرود.